سلام بچه‌ها، چطوری؟ حالتون خوبه؟ سارا هستم و درس آلمانی این هفته رو با هم شروع میکنیم و امروز هم یه تصویر رو بشقایبن میکنیم. یه تصویر رو با هم توصیف میکنیم. این تصویر رو با هم بشقایبن میکنیم یا توصیف میکنیم. قبل از اینکه با هم این تصویر رو بشقایبن کنید، من یه کوچولو به شما وقت میدم تا شما این تصویر رو نگاه کنید و بتونید چند تا جمله ساده بگید. برای اینکه ما یه تصویر رو بشقایبن کنیم از 3 تا سوال استفاده میکنیم. 3 تا سوال بسیار ساده. یکی ورزینزی، چه کسانی هستن؟ ووزینزی، کجا هستن؟ و سوال سوم واسماخنزی، چه کار میکنن؟ و دیگه اینکه من در این ویدیو برای شما ویدیو شماره 8 رو که در مورد مفعول آکوزاتیو میذارم، اون رو لطفا حتما نگاه کنید. خب سوال اول رو جواب میدیم. ورزینزی. جواب میدیم wir sehen oder ich sehe auf dem Bild، در تصویر، eine Gruppe Radfahrer. Ich sehe eine Gruppe Radfahrer. من در تصویر یک گروه دوچرخه سوار رو میبینم. سال دوم wo sind sie؟ کجا هستن؟ میتونیم بگیم sie sind im Natur. اونا در طبیعت هستن. یا sie sind in den Bergen. در کوهستان هستن. یا sie sind außerhalb der Stadt. بیرون شهر هستن، خارج شهر هستن. و سوال سوم was machen sie؟ چه کار میکنن؟ sie machen Sport. اونا ورزش میکنن. oder sie treiben Sport. یا میتونیم بگیم به نظر میاد که یه مسابقه دوچرخه سواریه. Es ist ein Radrennen. Es ist ein Radrennen. یه مسابقه دوچرخه سواریه. در ویدیوهای گذشته گفتیم که ما میتونیم بگیم در جلوی تصویر چی میبینم، در پشت تصویر چی میبینم. توضیح دیگه که میتونیم بدیم اینه که vor dem Bild یعنی این جلو sehe ich eine Frau und einen Mann. در جلوی تصویر من یک خانم و آقا میبینم. Sie stehen und winken. اونا وایسادن و دارن دست تکون میدن. دست تکون میدن به طرف گروه دوچرخه سوار. Sie stehen und winken. وایستادن و دست تکون میدن. یا میتونیم بگیم Die Frau hat einen Spazierstocken. Spazierstocken این چوباییه که موقع پیاده‌روی استفاده میشه. در پشت تصویر چی میبینیم؟ Im Hintergrund در پشت تصویر sehen wir die Berge. کوها. برگ میشه کوه. برگ کوها. کوهایی که با برف پوشیده شدن. بدکت. کوهایی که با برف پوشیده شدن. اشنی بدکت برگ. کوهایی که با برف پوشیده شدن. یا دی برگ
bedekten mit Schnee با برف پوشیده شده. Im Hintergrund sehen wir Schnee bedeckt Berge، کوهایی که با برف پوشیده شدن. اما سوال امروز، سوال ویدیوی قبلی رو خیلی از بچه‌ها درست جواب داده بودن. سوالی که ازتون پرسیده بودم اسم مایع ظرفشویی به آلمانی چی میشه؟ میشه اشپول میتل. اشپول از فعل اشپولن میاد یعنی شستن، میتل هم یعنی وسیله، اون وسیله‌ای که برای شستن به کار میره. اشپول میتل، مایع ظرفشویی. و اما سوال امروز، به این کلاهایی که بسیار چیز خوبیه که موقع دوچرخه سواری استفاده میشه یا موتور سواری، به این کلاها به آلمانی چی میگن؟ میتونید برای من بنویسید جوابش رو در کامنت ها. و دوباره چند تا از من سوال پرسیدن مثل امیررضا، نسیم، شبنم که آیا من کلاس آلمانی دارم یا نه. بله بچه ها، من کلاس آلمانی دارم، کلاس آلمانی که به فارسی درس میدم و کلاس هم به صورت آنلاین. خب این هم از درس امروز. تا درس بعد.